وقتی که انبیا باشه مردم منحرف نمیشه، مردم کاری غلط نمیکنه، روشنی در بین مردم وجود داره. این نعمت بزرگ الله است. کدام قومی که علما داره شما ببینید هر جایی که علما زیاد است در اونجا بدعت ها کم است. چرا؟ علما وقتا فوقتا دعوت داده، تبلیغ کرده، تقریر کرده، مردم چیزی را یاد داره. دیهات بود قریه که یک عالم نیست، باز بری یک سوال بکنی که چی رقم دین اونجا وجود داره باز براتان معلوم میشه. در کدام جای میگه جنازه تیار شده بود، مولا صاحب امر کرد که چی بکنی تیمم بزنه، مردم در بی خیله رفته بود استنجا قطع خاک میکرد. حالات خراب است، دین نیست، علم نیست. اگر عالم باشه دعوت نده باز تاریکی وجود داره. روشنی وقتی میاد که عالم دعوت بده. الله موسی علیه السلام نعمت بزرگ وجود انبیا را معرفی میکنه که وجود انبیا در بینتان. بعد از او نعمت ظاهری را میگه و جعلکم ملوکا، گردانید شما را پادشاه. کلگی خو پادشاه شده نمیتونه. پیغمبران از او خاطر کلگی پیغمبر نمیشه فیکم گفت. ای جعل فیکم، در آن وقتی که گردانید در بین شما انبیا. اگر چی مرتبه از پیغمبر است خو شما هم از نعمت پیغمبریش استفاده کردی، علم حاصل کردی، دین فهمیده، راه دعوت در پیش گرفته، افتخارات کبایی کرده. نصرت انبیا بر انسان افتخار نیست. از او خاطر میگه بعد از او کلگی خو پادشاه شده نمیتونه. یکی پادشاه میباشه. بله قاعده است که یک قوم پادشاه شه بازم کلی مردم چی میگه در عرف ما چی میگه؟ پادشاه خیل است. این از قومی کیست؟ از قومی پادشاه خیل. و بنی اسرائیل امو پادشاهی فرعون به دست شما نامد. الله چی احساناتی کرد. فرعونی که از دست صدای شما پیشابتان میرفته که موسی علیه السلام میگفت جهاد میکنه، نه 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 با فرعون نمیتونه. الله متعال وار هلاک کرد مکمل. کراهیتا تقول، باز لا مقدر نمیشه از جهت بد دانستن این گپ که شما باز میگه که برای ما بشیر و نذیر نه آمده بود. فرعون هلاک شد. الله شما را رود نیل آب مایه برای شما بند کجور شد، حرکت کردی رفت گداره شده، اما فرعون آمد مکمل غرق شد. نعمت الله. و سرزمین و تمامی هست تو بودی فرعون در شما تکیه کرد، پادشاه شده. یا است که مراد از ملوک اینجا چی است؟ آزادی است. از این پیش شما بردگی و غلامی را تیر کرده، بیگارکشی مردم بوده، هر روز فشار و لط کو با جز از خدمت دیگه کار نداشته، حالی آزاد است. دو سوم ملوک او کسی را میگه که زن، خانه و مال داشته باشه و از این سه نعمت مکمل بری از یاد داده شده بود به اینمی که بنی اسرائیل مهیا شده بود. از او خاطر یارا کلش ملوک گفته و آتاکم ما لم یؤتی، داد الله بر شما اطور نعمت ها را لم یؤتی که نداده احد من العالمین به یکی از مردم امو زمانه. کدام نعمت ها را که الله به قوم موسی علیه السلام داد به دیگران واقعا اون نعمت ها برای دیگران نبود. نعمتی چی بود؟ نجات چیست؟ بحر برشان پاره شدن، از سنگ چشما برآمدن، ابر صاحبان شدن، من و سلوا آمدن. کلش نعمت ها بود که خصوصی برای ازوا بودن. یعنی نعمت های الله را نادیده نگیری، خیر است. یکم حس جهادتان بعد زنده شود. چی میگه موسی علیه السلام برش بعد از او؟ یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي، انبیاء علیهم السلام امت خود دعوت به چی داده؟ راست بگه نداده دعوت. امت خود دعوت به این نداده که بیای سیاحت برای اون چکرها بزنیم، رحله بکنیم. امت خود دعوت نداده که بیای در خانقاه که در سرتان یک چادر پرتم براتان بگویم که اینطور فکر بکنی که نور از بالا میاد، فکر بکنی نور خونه است، شما فکر بکنی یک سا سرا پایین شور خورده نمیتونه. باز دعا کنی. چی دیدی؟ هیچ چیز ندیدم. چی گپ بود؟ نور میاد. عجیب است. انبیاء علیهم السلام ملت خدا به جهاد دعوت داد. هر پیغمبر که آمده، پیغمبر علیه السلام اول کسی که ایمان می آورد بیعت چی دقتش میکرد؟ بگوی بیعت مقاومت که سریعی عقیده استوار باقی میمانی یا نه؟ بله ها، لط کوب همه چیز قبول داری، زدن کندن دفاع از عقیده را. گفت بله. بعد از او بیعت میکرد پیغمبری الله اینطور میکرد. پیر صاحب اومده چی بیعت میکنه؟ میگه این قدر خوب دستش نرم است، پخته واری، خود پخته واری.
یک روز کلنده نگرفته، کلی اسباب زندگیش تو برش آورد. هنوز چیسته بگه دستیش در دستشوی یادیم نشوشتی در ناشکن، آبی دستیش هم تو خوردی در جانت مالیدی. دستی از این پخته واری نباشه، از من پخته واری باشه. دو روز کلنده در دست بگیره که اینجا چند دانه بلوک اولا بالا میشه. عجیب است مردمی ما بیچاره. خب مردم است، دین دوست مردم است، یقین ملت ما سخت دین دوست داره، خوب موقع دوست داره. اوی کی واره قرآن یاد میده یا را طرف جنت دعوت میده، بس دیگه تاپاق باز مفتیایت است. مفتیای بزرگ است تو را کافر جور میکنه، نمیماند. خب کسایی که مالش هم میگیره خودش هم میگه نه با چارخوک کیجا نبی امکان نداره، بلخشک پای مرم خب بلیس باز بعد از اون نخیزی پس اکوی لیور سرکت کو. این بازی قدر دوست داره که پرسان نکن. الله رحم بکنه. موسی علیه السلام قوم خود دعوت میده، یا قوم ادخلوا الارض المقدسه، ای قوم ما داخل شوید سرزمین مقدس. اینجا مقدس پاک هم میگه، مبارک هم میگه، برکت ها در اونجاست. چرا؟ انبیا علیهم السلام در اونجا زیاد آمده، دعوت دین در اونجا خیلی زیاد شده. اما مقدسه که پاک برش میگه یعنی شرک و ایگا پاد او تا زمانی که انبیا علیهم السلام بود نبود. التي سرزمینی که کتب الله لكم، که الله مقرر کرده ده تقدیر یا وعده کرده الله به زبان یعقوب علیه السلام برای شما که سرزمین شماست. او مردم سرزمین شما الله وعده کرده، خود شما همت کنه. ولا ترتدوا علی ادبارکم، باز نگردید در پشتی سریتان. یکی شما راه قراره به فرار چید، راه فرار ترجمه سری قرار و پیش آمدن اینطوری نشوه. فتنقلبوا خاسرین، میگرده باز ذلیل، تاوانی میشه. چرا؟ سالا باز زندگی غلامی را پیش ببرید. نکنه شما بیای جهاد کنه. قوم چی میگه؟ قوم الله قالو گفتن خباست و بزدلی از یار بیبی. در اینجا دو نقیب 12 نفر بودن، دو نقیبشان قطعی موسی علیه السلام هم نواز، 10 نقیب دیگهش آلی دیگه چی نمیکنه. چی میگه؟ قالو گفتن یا موسی این فیها قوما جبارین، یقینا در این ارض مقدسه که بیت المقدس است، فلسطین است، در اینجا قوم جبارین خیلی چیست؟ زوردار است. جبارین زوردار، خیلی قوم زوردار است. و انا لن ندخلها، ما هرگز دی داخل نمیشیم، حتی یخرجوا منها، تا که خودشان برای اینم مفتخورا لطای سلطان محمود فیخرجوا منها، گر برآمدن از این سرزمین، باز میگه فانا داخلون. این دیگه خورا اگر یا برن باز ما داخل شونده هستیم. در اینجا جبارین مفسرین بعضی قصه های طولانی اسرائیلی را ذکر میکنه که این نفر را رای کرده بود موسی علیه السلام که بری او قوم ببینه، یک دفعه ارزیابی کنه. اونجا کی رفتن؟ یک نفر به نام عاج بن نوق. در گیری عاج بن نوق آمدن. اوی تو آدم بود که هر چیزی خود دفته و میگرفتی تر پخته میکردی که قواره دار یارا ما چون بسته کد. این نفرها را که بسته کد که پس آمد موسی علیه السلام میگو که جهاد بکنیم. قوم گفت نمیتانی، و اینطور مردم است که پرسان نکن. این روایات اسرائیلی است. نه، برای ارزیابی موسی علیه السلام روان کرده بود، دود قدر نبود، لیکن این مردم سالا بیگارکشی را کرده بود، غلام تربیت شده بود، ذهن آزاد نداشت، در جهاد آماده نمیشد. از همون خاطر حکمت الله تقاضا کرد که قوم ببره در میدان تیه. در میدان تیه اونجا هوای آزاد، من و سلوا، خوراکا، ای گپارا و نشانه های قدرت الله را به چشم سر ببینه. نبوت موسی علیه السلام در قلبشان جاگزین شوه، باز دعوت جهاد بده که یا بروه. و عبیرش سفیدایی که سالا زور عمالقه را هم دیده که بیت المقدس در زیر چیش بود و زور فرعونی ها را هم دیده بود که مثل در زیر چیشان بود. یا بیگارکش بودن که هرچی دعوت میدادی دلشان حرکت نمیکرد. موسی علیه السلام قوم خود دعوت میداد که بریم در مقابل او کفار بجنگیم، سرزمین آزاد کنیم، ما سالا غلامی نکنیم. خلی که نو مردم ها چی میگفتن؟ میگه اگه بر آمدن ما میریم، در خیر از او نیستیم. اینطوری مردم ها را فعلا میشناسی شما؟ امو کسایی که در ممالک غربی رفت اونجا زندگی کرد که کس برش میگفت افغانستان، گفت نه تو باش روسا برای باز ما بیایم. حالی بیا، حالی میا خو بسیار چی؟ شان و فرد میا.
هنوز تو مجاهدم چی میگه؟ تفنگ سالار، اشرار، بدکار، کلی چیز برد القابم برد میده. اگر نه دو زمان بگوی گفت آدرسی مرا ده کس نده که در فلان مملکت زندگی میکنه، کس خبر نشود. امروز باز مجاهدین اینطور میگه. قال رجلان من الذين يخافون، بله قدرت الله متعال است. همیشه با دعوت انبیاء علیهم السلام مردم یک دم هماهنگ نیست. طایفه کم، چقدر بگوی؟ طایفه کم. حرکتی که حق باشه دعوتش همیشه از صفر شروع میشه، خیلی کم باز پسان ولی کم کدام کم است؟ بگوی او کمی که همی 2 نفر برابر 200 نفر است. قدرت الله متعال بطور عقیده برای مردم می باشه. این شما ارزیابی کنید، خوب امتحان کنید، سعی کنید. همی 12 نفر قال رجلان گفتن 2 نفر، این یوشع و کالب بود که تالی پیغمبر نشده بودن. من الذین، از جمله کسانی که یخافون که می ترسن. اینجا 2 مطلب است. از جمله 2 نفر از همون جمله مردمایی که می ترسیدن از او قوم کافر. 2 نفرش عالی میگه از اصلا خاص قومی است که ترسوست، خو لیکن انعم الله علیهم، الله سری اردو انعام کرده، عالی ترس و بزدلی را دور کرده. چی گفتن؟ ادخلوا علیهم الباب، داخل شوی از دروازه. دروازه را سرش حمله میکنیم، بارخطا میکنیم شهر، از هر طرف نیروها را ببره. از دروازه پولی چرخی هم، از دروازه خیرخانه، از دروازه ارغندی، از دروازه چی میگه لوگر چاراسیاب، از اون طرف عمله کنه میگیریم شهر. فاذا دخلتم، وقتی که شما به همت و غیرت داخل شوی، فانکم غالبون، ما یقین داریم شما کامیاب هستید. و برادر اسباب نداره مقدر لشکر، و علی الله، خاص بالای الله فتوکلوا، اعتماد کنید دوری خورا. اسباب چی؟ اسباب تاثیر الله هم دیش مندازه. ان کنتم مؤمنین، اگر ایمانی واقعی داره غم نکنید. 2 نفر، یک ترجمه بود. دوم ترجمه قال رجلان گفتن 2 شخص من الذین، از کسانانی که یخافون میترسیدن، میترسن که اظهار عقیده خود بکنه. از او جمله کسانی بود که اصلا خو از وای نمیترسیدن، از قوم میترسیدن، امیر رأی خود ظاهر نمیتونستن. انعم الله علیهم، که الله سرشان انعام کرده بود، عقیدهشان درست شده بود، از این پیش ظاهر کردن نمیتونست، عالی موقع ظاهر کردن شد. گفت تا که اپوت کنیم برادر، ما خو میریم مقابله را شروع میکنیم، داخل شوی. گفت ادخل علیهم الباب فاذا دخلتموه فانکم غالبون، از دروازه داخل شوی، حمله کنید. اگر شما داخل شوی حتما نصرت و پیروزی را الله براتون نصیب میکنه. و علی الله، بالای خاص الله فتوکلوا، اعتماد داشته باشه، نصرت از جانب الله است. ان کنتم مؤمنین، اگر واقعا شما عقیده محکم ایمان داره. قالو گفتن، خو این 2 نفرم گپا گفت. این مردم دیگه چی میگن؟ گفتن یا موسی انا لن ندخل، ما هرگز داخل دی قریه نمیشیم ابدا. تاکیدار آورد. ما دامو فیها، تا وقتی که مردم دی قریه هاسته. باز چی میگه؟ گستاخانه و بیادبانه میگه فسحب برو انت تو و ربک، پروردگارت، فقاتلا، اردویتان جنگ کنه، انها هنا قاعدون، ما سلبین هستیم. که چی میکنیم؟ ما اینجا نشسته هستیم. الله متعال اینمی طور امتحان بزرگ سریع قوم آورد. الله خباستش بیان کرد اینجا برای امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. ملتی که همراهی و هماهنگی با پیغمبر نداره، گاهی هم عزت نصیبشان نمیشه. پس هرگاه پیغمبر کسی اعلان کرد نصرتش نکرد، عزت نصیبش نمیشه. صحابه کرام پیغمبر اعلان نکرد. در جنگ بدر که بر آمدن که قافله خطا خورد، حالی دیگه لشکر آمده بود با جوش و خروش، با زنارم قطع خود آورده بود که ناتخوانی کنه. از همون خاطر ابو جهل که اول روان کرد، گفت بیا که ما اینا رسیدیم کمی نخوردیم. ابو سفیان گفت ما که جشن پیروزی خود در چشمه های بدر چی تجلیل نکنیم ماندنی نیستیم. 313 نفر اصحاب بدر است، سلام قطش نیست، برای راگیری قافله آمده بودن و دیگه صحابه هم در مدینه ماندن جنگی. پیغمبر علیه السلام حالی ایران مانده چی کنه؟ قافله خو رفت، حالی در مقابل یک لشکر هیچی طور میشه. و یکی انصار که بیعت کرده بود امرای پیغمبر، بیعتش به این بود که در داخل مدینه ما از تو دفاع میکنیم، نصرتی تا میکنیم. و بدر خود دور است از مدینه کرده، خارج مدینه است. پیغمبر علیه السلام در فکر ازی بود که شاید انصار همیجا دست از کمک و نصرتی ما نکشه.
تو باش یک نظری از یار معلوم کنیم، رأی معلوم کنیم. پیغمبر علیه السلام آنقدر مهارت جنگی داره که پرسال نکو. سیرت جنگی از که دقیق مطالعه کنه، مردم هتلر هم میگه که خیلی جنگی بود، سیاست و تاکتیک یاد داشت. او سیاست و تاکتیکی که رسول الله صلی الله علیه و یاد داشت کسی یاد نداشت. دمی موقع اظهار رأی، معلوم کردن رأی را میکنه که چطور کنیم. سعد ابن عباده و سعد ابن معاذ دوش کلانای انصار است رضی الله عنهما و شنیدن گپای پیامبر. گفت یا رسول الله منظوری نظرت ماستیم. فکر میکنی که ما قطعا رای نداریم؟ بالله قسم اگر ما را بگی در برک الغمات، منطقی خیلی دور است که اونجا بروی، ما قطع رفته نیستیم. و اگر ما را بگی که در بحر داخل شوی، در بحر داخل بشیم. و ما مثل قوم موسی علیه السلام نیستیم که بگیم که ذهب انت و ربک فقاتلا انا هنا قاعدون. اینی اونو امتیازی است که الله برای انصار نصیب کرده. این کلمه عادی نیست، مفت نیست. این طور کلمه است که کل جهان جمع شده باشه او تو پشتیبانی پیامبر میکنی که من قطع استاد هستم تا آخرین رمق. این گپا در هر تاریخ میشه نمی رقم. کس است امیال دمی عملی عراق، عملی افغانستان، امی ممالک اسلامی خیلی که خود مسلمان چاندی میگیره، قطع امریکا یک جوش یا قطع مجاهدین؟ قطع امریکا یک جوش نتونست که استادگی کنه طرفداری مجاهدین بکنه. کلشان، کل حکومتا انصار ای گپ زدن. از او خاطر پیغمبر علیه السلام چی میگه؟ حب الانصار من الايمان. محبت با انصار از جمله چیست؟ ایمان است. ایمان تکمیل نمیشه. چرا؟ انصار یک دفعه مطالعه بکو که خدمت دین چی طور کده، این دین در کدام مستوی رسانده با قربانی های خود. امروز چوچه های یهود بیا بگوین 5 نفر صحابی مسلمان باقی مانده، دیگه کلش مرتد شده. این فتوحات اسلام توسط مرتدین میشد، نعوذ بالله. بسیار بدترین طایفه، زشتترین و خبیثترین طایفه اینمی طایفه است که دین از کدام را ضربه میزنه، لیکن مردم ما بیچاره نمیفهمه، نمیشناسه. اونطور صحابه بود. پیغمبر علیه السلام دعا کرد برشان و دعای پیغمبر بود دیگه. سخت خوشوقت شد، بسیار خوشوقت شد. اینطور یک خوشوقت شد پیغمبر که پرسان نکو، دعا کرد. به او انصار پیغمبر دعا کرده. قال ربی انی لا املک الا نفسی. الله اکبر. گستاخی قوم بی حوصله پیغمبر بی. چقدر درس عظیم به یک دعوتگر است. الله اکبر. تنگ نمیشه، خسته نمیشه، باید سر بگیره. موسی علیه السلام چادر خود در شانه برده که شما میدانید دیگه گمراهیتان، من رفتم. اینطوری گپی گستاخانه و بزدلانه و جبونه برای گفته رایستی که برو تو علایت. این گپ. لیکن انبیاء علیهم السلام همیشه خیرخواهی ملت است. تلاششان، حرصشان دایسته که آخر الامر همی مردم در راه حقیقت و حق بیاید. از همون خاطر همین گپای گستاخانه و بیادبانش در نظر نمیگیره. چی میگه؟ دعا میکنه. قال ربی، گفته پروردگار، انی لا املک، مده اختیار ندارم، یعنی ما تصرفی ظاهری ندارم، الا نفسی، بجز از نفس خود. اینم اختیار نفسم در پیشم است. یکی و اخی برادرم که گپی مرا قبول میکنه. اینجا خامو 2 نفرم طرفدار بودو، چرا موسی علیه السلام یاد نکرده؟ یا ایسته که به موسی علیه السلام او 2 نفر معلوم نبوده تالی را، از او خاطر اکتفا به خود و به برادر خود هارون علیه السلام کرد. یک. یا ایسته که نه، وام کلانای قوم است، شده میتونه در او موقع اظهار کرده، آلی در صورتی که دیگه قوم قبول نکنه این دوام چی شده باشه؟ نظرشان گشته باشه. چرا؟ مسائل قومی همیطور است که اکثریت قوم نپذیره، باز اقلیت که طرفداری توست، هم طرفداری کی میشه؟ اکثریت میشه. از او خاطر 2 چیزا گفت من در اختیاری نمی قدر دارم یا الله، و ما آماده به جهاد هستم. دیگه چی طور کنم؟ ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. الله جدایی بیار 2 معنا داره، در بین ما و در بین قوم فاسق، که ما از یا جدا شوم برم قطعی قوم دیگه دعوت بدم خدمت دین الله شو. یک معنی است، لیکن زندگی عملی موسی علیه السلام شاهد است که این معنا مراد نیست. اینطور میگه ففرق یا الله، فیصله کو، جدایی بیار یا فیصله کو بیننا، در بین ما و در بین قوم فاسقین. در دین و برادری اگر یا همیشه اینطور میکنه ما از یا جدا شویم، خب است.
قال الله متعال میفرماید فإنها یقینا سرزمین محرمتون وعده الله بود که میاد جنگ شروع میکرد الله نصرت برشان میداد لیکن این مردم ها بزدلی کرد آلی الله دیگه زجرن و تعذیبا سرشان منع میکنه فإنها محرمتون اینجا حرام شرعی نیست ممنوعتون منع شده است از یا علیهم بالای بنی اسرائیل 40 سنة 40 سال یتیهون فی الارض که ایران میباشه سرگردان میباشه در زمین فلا تأس علی القوم الفاسقین تو غم نخوری بالای قومی که فاسق است میدانی تی قدر زیاد دور و دراز نبود حرکت میکردن گفت میبرایم یا کمکی را باقی مانده میشد شو میامد گفت برو همینجا استراحت میکنیم سبا که شد باز حرکت میکنیم صبح که بیخیستن که باز دو سری دشتک است 40 سال بندی کردن الله چه رقم بندی کردن است نه زولانه کار داره نه پلیس کار داره نه چاردیواری کار داره نه زندانی چی پلی چرخی را کار داره بندی کردن الله اینمی طور است آزاد هستن حرکت میکنه دیگر میرسه در منطقه زله و مانده میشه میگه خو کنی خو میکردن صبح میخیزه پس دو سر است 40 ساله ای در اینجا تیر کرده چند سال در اینجا نشانه های عجیبی قدرت الله را مشاهده کرد سنگ 12 چشمه برآمد چی ابر سایبان شد ستون استاد شد برای روشنی من و سلوا برایشان می آمدن عجیب آخر الامر باز چی کردن گفت آلی ما از یک نوع طعام چی شدیم به سیر آمدیم دیگه ما ترکاری ها خوش داریم ترکاری ها گفتی در مفت نیست که در سری که ترکاری میخوید برو زیر زمینا میمینا که در دستی مردم از جهاد کنه در دست بیاری باز بود از ترکاری کاری کنه در سری کسته او ترکاری را خوش داره الله متعال میفرمه 40 سال حکمتشی بود کسی که ذهنش غلام بود وفات کرد نسل جدید بالا شد نسل جدید بیگار ندیده بود نسل جدید زور و ظلم کسی را ندیده بود آزاد طبیعت بود زمانی که یوشع علیه السلام در اون زمان پیغمبر گفت جهاد گفت آماده حرکت کردن منطقه را مکمل گرفتن آلیام جنگ در کجاست خبر داری وزیرستان چرا جنگ اونجا مردمم نگاه میکنن کسی که نان حکومت خورده باشه ماموریت کی کرده باشه حکومت زور حکومت برش معلوم است که میگی بخی در مقابل حکومت میترسه در مظاهره مامور شریک کرده نمیتونی میترسه چرا که زور حکومت برش کسی که سرحد آزاد است و در حکومت باج نداده اسکر نداده در کسی حکومت نیست همیالی اندمی سرحد آزاد هستن یا نه به خاطر از یا که یا بیگاری حکومت ها را نکشیده آزاد تربیت شده از امو خاطر این جمع اینمی حکمت بوده خیر آلی برای آماده ساختن مقابله و مبارزه چی ضروری است بگوی نسل جدید ضروری است سریازی کار شود نسل جدید چه رقم کار میشه هر کدامتان حلقه داشته باشه هر کدامتان یک کدام منطقی که هستی 2 آیت قرآن یاد داری 4 دانه جوان جمع شوی گرد شوی و نموجه اینی حلقی تانه پیش ببری خیر است یک روز یک مولوی صاحبام دعوت بده جوانا را جمع کنی گپ زده شوه سوال شوه مطرح شوه مردم شبهاتش حل شوه خود به خود انشاءالله اصلاحات در منطقه میاد باز انشاءالله باز کلی اداراتی یا چی اختیاراتی مسجد در دست شما جوانا میشه باز دیگه کس شما را مانع شده نمیتونه بازی طور عالم و امام در مسجد بگیری بگوی که آتش از دهنش باد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين